درهای ملکوتی با در زدن ما باز میشه یا با رحمت خدا؟ مهمان شاهم هر شبی بر خوان احسان و وفا، مهمان صاحب دولتم که دولتش پاینده باد. در غزل شماره 10 دیوان شمس تبریزی مولانا یک مهمانی شبانه شاهانه‌ای رو به تصویر میکشه که درش رحمت و غضب در کنار هم نشستن. ضیافتی که مهموناش نمیتونن تا آخر تو مجلس باشن. تو سکوت شب تو اتاق خودتون نشستین، چشماتون رو بستین، یک کششی توی قلبتون حس میکنین و شروع میکنین با خدای خودتون حرف زدن. اون ضیافت شاهانه شروع شده. جام‌هایی از طلا، سینی‌هایی از طلا و صاحب این مهمانی خود خداست. اما آیا هر کس هر شب به این مهمانی دعوت شده؟ بر خوان شیران یک شبی بوزینه‌ای همراه شد، استیزه رو گر نیستی او از کجا شیر از کجا. تو این بیت مولانا یه تمثیل مزاح‌آمیزی رو میاره. فرض کنید که یه مجلسی هست، یه مهمانی هست که شیران درش نشستن و یه بوزینه‌ای، یه میمونی توی اون مجلس هست. حالا بخوایم انسانیش بکنیم این مهمونی رو، شیرا خیلی متین، سنگین، با وقار نشستن، با آداب و رسوم خودشون دارن غذا میخورن، ولی این میمون داره با دستش غذا میخوره، با صدای بلند داره حرف میزنه، حرکاتش مؤدبانه نیست. مشخص هست که این میمون متعلق به اون مجلس نیست. چی میخواد بگه مولانا؟ مولانا میخواد بگه که اگر ما هم میخوایم تو اون مجالس شبانه شاهانه روحانی ملکوتی شرکت بکنیم، باید خودمون رو آماده بکنیم، وگرنه ما هم متعلق و برازنده اون مجلس نخواهیم بود. باید قبلش خودمون رو آماده بکنیم، از لحاظ اخلاقی، از لحاظ انسانی، از لحاظ معنوی. باید قلبمون رو جلا بدیم، روحمون رو جلا بدیم. وقتی که روح خودمون رو با فضایل اخلاقی تزیین کردیم، اون موقع است که وقتی که تو اون مجالس راه پیدا بکنیم، برازنده اون مجلس میشیم. ما هم میشیم مثل اون شیران. بنگر که از شمشیر شه در قهرمان خون میچکد، آخر چه گستاخی است این، والله خطا والله خطا. مولانا اینجا میگه که اشتباهات ما، گناهان ما مثل اینه که داریم با خدا میجنگیم. خدا میگه که این کار رو بکن، ما میگیم نه، دقیقاً برعکس اون رو انجام میدیم. والله خطا والله خطا. میگه با اشتباهاتمون، با گناهانمون خدا رو به خشم آوردیم. شمشیری دستشه که خون داره ازش میچکه. رحمت خدا رو گفت، حالا غضب خدا رو میاره. ولی توی بیت بعدی با لطافت تام اینا رو میذاره در کنار هم. گر طفل شیری پنجه زد بر روی مادر ناگهان، تو دشمن خود نیستی بر وی منه تو پنجه را. بچه شیری که موقع بازی پنجش رو میکشه رو صورت مادرش، میگه از روی دشمنی این کار رو نکرد، یه اشتباه بچگونه بود و مادرش میگذره ازش، با مهربانی باهاش برخورد میکنه. میگه ما همون بچه شیریم، اشتباهی که کردیم، گناهی که کردیم رو خدایا به عنوان دشمنی با خودت نگیر، ما ضعیفیم، بچگی کردیم، تو ببخش. خیلی جالبه که تو این بیت مولانا اشتباهات و گناهان انسان رو از سرکشی که ذاتاً هستن تبدیل میکنه به یه اشتباه بچگونه. خودش رو میاره پایین، انسان رو توی مقام خیلی متواضعی در مقابل خدا قرار میده. میگه ما بچه ایم، مثل بچه ها با ما برخورد کن، با مهربانیت، با رحمتت با ما برخورد کن. بعد برمیگرده به آدما میگه که هر کسی هم اون بچه شیر نمیمونه. اون کسی که تو اون مهمانی های شبانه ربانی شرکت کرده، که با شیران نشسته، با عوالم بالا در ارتباط بوده، خودش هم تبدیل به شیر میشه، خودش هم عظمت روحانی پیدا میکنه. میگه البته اینطور هم نیست که هر کسی رو که ببینید شکل آدمه، خودش رو شبیه آدمای دیندار و آدمای فاضل کرده،
اینطور نیست که اینا هم واقعا اینجور باشن. ظاهرشون اینه ولی باطنشون توی قلبشون شیطانن، اژدهان. آن کوز شیران شیر خورد، او شیر باشد نیست مرد. بسیار نقش آدمی دیدم که بود آن اژدها. نوح هرچه مردم وار بود، طوفان مردم خوار بود. گر هست آتش ذره‌ای، آن ذره دارد شعله ها. مولانا پارادوکس طبیعت انسان رو به تصویر میکشه. میگه نوح رو در نظر بگیرید. نوح پیغمبر در ظاهر یه آدم خیلی معمولی بود، یه انسان خیلی عادی بود، ولی عظمت روحانی پیدا کرده بود. تو اون مجالس شبانی ربانی شرکت کرده بود. شمشیرم و خون ریز من، هم نرمم و هم تیز من. همچون جهان فانیم، ظاهر خوش و باطن بلا. باطن انسان پارادوکسیکاله، هم میل به بد داره هم میل به خوب داره. این رو تو شعرش به تصویر کشید. الان میخواد ما رو بیاره اون نقطه ای که تصمیم بگیریم کدوم سمت قراره بریم، کدوم انتخاب رو باید بکنیم. حتی اگر فقط یک چیز از این شعر مولانا یاد گرفتیم، اونم اینه که تو همه انتخاباتمون، تو همه کارهایی که میکنیم، هم برگردیم به خدا و از اون کمک بگیریم. اینطور نیست که اون در رو من بزنم و در رو باز بکنم. در رو من میزنم ولی خدا باز میکنه. اون رحمت خداست که باید بیاد و اون در رو باز بکنه برای من. پس توی تصمیمات و انتخاباتمون هم باید از خدا کمک بگیریم. مولانا به ما یاد میده که متواضع باشیم، که عادل باشیم. حتی برای شیر بودن هم اول باید بچه شیر بشیم، باید متواضع بشیم، باید خودمون رو بیاریم پایین و تو اون تواضع هست که خدا نور رحمت خودش رو برای ما میفرسته.